وزارت مدافع تاجیکستان علاکه روز 31 اکتبر سال 2023 نتیجه های یک ماه اول موسم تیره‌ماهی دعوت به صف قوه های مسلح جمهوری را جنبش کرده خبر داد که در ماه اکتبر نقشه عمومی دعوت به ارتش علاکه 75% اجرا شده است. برای مقایسه در ماه اول دعوت بهاری نقشه همگی 63% و در ماه اکتبر سال 2022 حدود 70% اجرا شده بود. پلکوونیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان نتیجه های ماه اول دعوت تیره‌ماهی را خیلی خوب ارزیابی کرده گفت تا پایان ماه اکتبر علاکه بیش از 20 شهر و نویه از انجام این چاره‌بینی های مهم سیاسی و اجرای پوره نقشه حساب دادند. بر علاوه شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نویه های رشت، سنگ، ورلخش، نورآباد، تاجک‌آباد، وخش و فرخار اولین شده در جمهوری علاکه در نخستین روز دعوت از اجرای نقشه خود حساب داده بودند. تا پایان ماه اکتبر بنا به اطلاع پلکوونیک محمدعلی زاده همچنین شهر و نویه های ناصر خسرو، نورک، لیوکن، دنغره، دوستی، راغون و نویه اسماعیل سامونی پایتخت نیز از اجرای پوره نقشه پیش بینی نموده گزارش دادند. در یک ماه اول موسم تیره‌ماهی اجرای نقشه در شهر و نویه های تابع جمهوری تا آخر ماه اکتبر سال روان علاکه زیاده از 80%، در ولایت ختلان 79%، در پایتخت شهر دوشنبه 72%، در ولایت سوخت 65% را تشکیل داده است. موسم تیره‌ماهی دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان رسما 1 اکتبر آغاز یافته. این موسم دعوت تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازار را دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می‌کنند و می‌گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله و که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.